دکتر جان، این روش جدیدی که برای بازسازی سینه شما انجام میدین چه فرقی با جراحی بازسازی سینه با عضله لاتیسموس داره؟ عضله لاتیسموس دورسی در حقیقت عضله پشت قفسه سینه فرد همراه با بخشی از پوست اونجا رو میاریم برای اینکه بیشتر به عنوان یک پوشش روی پروتز ازش استفاده بکنیم. عضله بسیار نازک با یک حالت صفحه‌ای شکل و کاملا پهن خیلی خوب روی پروتز رو میتونه بپوشونه، ولی خودش حجم خیلی خوبی برای اینکه یک سینه خیلی خوب ایجاد بکنه نداره، مگر تو افراد بسیار خاص که مثلا سینه مقابلشون بسیار کوچیک هست و بتونیم به همراه با عضله و چربی‌های اطرافش یک حجم قرینه با سینه قبلی فرد براش ایجاد بکنیم. ولی در عمل جراحی دیپ یا عمل جراحی که ما از پوست و چربی پایین شکم استفاده می‌کنیم و میایم با یک روش میکروواسکولار عروقش رو به جدار قفسه سینه آناستوموز می‌کنیم، حجم اون چربی معمولاً در حدی هست که میتونه سینه با یک حجم قابل قبول و در خیلی از بیماران در صورتی که سینه مقابل خیلی سینه بزرگی نباشه قرینه با سینه مقابل برای فرد ایجاد بکنه. ولی خب از اون ور قضیهش هم هست که عمل جراحی دیپ عمل جراحی بسیار تخصصی و عمل جراحی زمانبر و با ریزه‌کاری‌های بسیار زیادیه که نیازمند اینه که جراح حتما به صورت یک تیم کار بکنه. این عملی که امروز انجام دادین چند ساعت طول کشید؟ این عمل جراحی تقریبا 8 ساعت. ممنون، خسته نباشید.